خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گنه امیدواریم. خدایا گر بخوانی و برانی جز انعامت دری دیگر نداریم. به نام یاد خدای بخشنده و مهربان. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم لباس عافیت و صحت بر تن داشته باشین و روزگارتان خوش باشن. دوستان عزیز، امروز آمدم که در مورد نزدیک که آیا طریق سازمان ملل در کشور کنیا کسی انتقال کرده نکرده یا امکانش وجود داره نداره و دیگه دوستا سوال میکردن که آیا تا به حال از اینجا کس رفته یا نرفته. نه، در این مورد یک ویدیو بسازم برای شما و در این مورد خودم هم از یک تعداد دوستا اونجا پرسان کردم که آیا کسی تا به حال از کشور کنیا انتقال داده شده یا نشده، دیگه رفته یا نرفته. اکثر دوستان چندان معلومات نداشتن در این مورد و به این خاطر که یک معلومات دقیق تر کامل تر بر شما آماده کنم آمدم سایت رسمی سازمان ملل در کنیا را که در مورد اسکان مجدد هستند بر شما پیدا کردیم. معلومات ها از زیرم با هم دیگه مرور کنیم. امیدوارم که معلومات ها بر شما مفید واقع شود و شما هم حمایت از چینل مهاجرت فرصت ها را فراموش نکنین و ویدیو ها را با دوستانتان کسانی که نیاز داره همراهشون شریک کنین، لایک کنین، چینل را هم سابسکرایب کنین تا ما بتونیم ویدیوهای بهتر و خوبتر در آینده بر شما آماده کنیم. خب دوستان، در سایت را که بررسی کنیم اینجا مسئله اسکان مجدد یا resettlement in English که هستن در انگلیسی این با هم مرور میکنیم. اول، برای پناهندگانی که نمیتوانند به کشورهای مبدأ خود بازگردند چه به دلیل درگیری مداوم، خشونت یا آزار و شکنجه، اسکان مجدد در کشور دیگری یک از گزینه‌های موجود است. یعنی وجود داره اینجا اسکان مجدد. تنها کسانی که به عنوان پناهنده شناخته شده اند واجد شرایط اسکان مجدد از طریق کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل هستند و به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و تعداد محدودی از امکانهای اسکان مجدد که توسط ایالت‌ها در دسترس است، کمتر از 1% از بیش از 36 میلیون پناهنده در سراسر جهان وجود دارد به اسکان مجدد دسترسی خواهند داشت. خب پیشه ولی گپ خوبی نیستند دیگه. 36 میلیون مهاجر در سراسر جهان وجود داره، کمتر از 1% از اینا تنها به اسکان مجدد دسترسی دارند. یعنی کلگی نمیشه که اسکان مجدد داده شود. خب اسکان مجدد شامل شناسایی و انتقال پناهندگان از کشور است که در آن پناهجویان درخواست حمایت کرده‌اند و به کشور ثالثی که با پذیرش آنها برای اقامت دائم موافقت کرده است. برای کمک به افرادی که برای اسکان مجدد پذیرفته میشوند تا در جامعه جدید خود ادغام شوند، ما با شرکای خود برای ارائه جهتگیری فرهنگی و آموزش زبان و تسهیل دسترسی به آموزش حرفه‌ای و اشتغال کار میکنیم. خب بیرم که سازمان ملل گفتن. سوال بعدیش که گفتن چگونه پناهندگان برای اسکان مجدد از کنیا شناسایی میشوند؟ سوال مهمی است. گفته حتی اگر یک پناهنده معیارهای تعیین شده را داشته باشند، اسکان مجدد تضمین نمی شود. تمام معیارها را داشته باشید تضمین نمیشه. پناهندگان بر اساس آسیب پذیری و نیازهای حفاظتی شناسایی میشن. خب این کسایی که زیاد آسیب پذیرن اینا را انتقال میشن. و هدف کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل برای پناهندگان شناسایی پناهندگان است که بیشتر نیاز را برای اسکان مجدد دارد. نکته مهم این است که کشورهای اسکان مجدد معیارهای خاص خود را برای پناهندگانی که میپذیرند دارند و این نیز در فرآیند شناسایی نقش دارد. خب امیدوارم که موضوعاتش دیگه نیاز به تشریح نباشن، خودتان فهمیده باشین که گفته بود کسایی که اصلا بیشتر نیاز دارن اینا را سازمان ملل انتقال میده و اون کشوری که انتقال میده و هم از خود شرط و شرایط تعیین میکنه که نه
این قسم نفرها که باشه ما پذیرش داریم، اگر نباشه نمیپذیریم. خب دیگه پس از شناسایی یک مورد برای اسکان مجدد چه اتفاق میافتد؟ وقتی که همین نفر شناسایی شد دیگه گفته چه اتفاق میفته. هنگامی که مورد برای اسکان مجدد احتمالی شناسایی شد، افراد تحت یک مصاحبه تایید فاز 1 و سپس مصاحبه اسکان مجدد فاز 2 قرار میگیرند. مصاحبه فاز 1 برای اطمینان از بروز بودن ترکیب خانواده و عدم وجود مسائل معلق است. در صورت وجود رسیدگی به پرونده تا رفع مشکلات معلق متوقف خواهد شد. پس از حل همه مسائل، افراد و اعضای خانواده واجد شرایط آنها برای مصاحبه فاز 2 فراخوانده می شود. خب این آخرین مصاحبه اسکان مجدد پس از تکمیل این پرونده و تهیه و بررسی پرونده به طور رسمی توسط کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل برای رسیدگی به کشور اسکان مجدد ارائه می شوند. توجه به این نکته مهم است که موارد را می توان یافت که در هیچ نقطه از فرآیند اسکان مجدد از جمله در طول مصاحبه های فاز 1 و فاز 2 واجد شرایط نیستند. اگر مورد مشخص شوند که سوی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل صلاحیت نداشته باشد، متقاضیان به دفتر فراخوانده می شود و به صورت شفاهی و کتبی از تصمیم متعلق خواهد شد. خب در جریان مصاحبه 1 و 2 گفته اگر کدام موردی بود که سازمان ملل نمیتونست کار کنه او را باز به نفرها خبر میتن، کسایی که کیسش بررسی میشه در حال بررسی است به طور شفاهی و کتبی اونا را خبر میتن. خب هم گفت خوب است. پس از ارسال پرونده برای اسکان مجدد به کشور ثالث چه اتفاق میافتد؟ پس از ارسال پرونده برای اسکان مجدد به کشور ثالث چه اتفاق میافتد؟ خب حالا پرونده تان این دو مصاحبه تان خلاص شد، بعد از او در کشوری که شما را بپذیره اونجا روان میشه. بسته به کشوری که پرونده به اون ارسال می شود مراحل رسیدگی و زمانبندی متفاوت است. به طور کلی پناهندگان در خط لوله اسکان مجدد باید انتظار داشته باشند حداقل 1 سال یا بیشتر برای ترک کنیا صبر کنند. وقتی این دو تا مصاحبه تان خلاص شد بعد از حداقل 1 سال دیگه باید صبر کنید تا کارتون جور شود. در این مدت پناهندگان که برای اسکان مجدد در نظر گرفته میشن باید در مصاحبه های اضافی با مقامات کشور اسکان مجدد شرکت کنند. خب یک مصاحبه هم کشور دیگه هم میگیرن، تحت بررسی های امنیتی پیشینه قرار گیرند و یک سری آزمایشات پزشکی را قبل از عزیمت انجام دهند. جزئیات خاصی یا توسط کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل یا مستقیما توسط کشور اسکان مجدد به متقاضیان ارائه خواهد شد. خب دیگه چی کار میشه؟ احتیاط بررسی های امنیتی میشه، یک سری آزمایشات پزشکی در طول 1 سال که شما منتظر هستین این کارا هم انجام میشه توسط کشوری که شما را انتقال میده. اگر پرونده در این مراحل از فرآیند رد شود به افراد اطلاع داده میشد و بسته به کشور ممکن است امکان تجدید نظر در مورد رد شدن را داشته باشند، اگرچه معمولا این امکان وجود ندارد. خوب است. ممکنه که وقتی پرونده تون به کشور انتقال میشه رد شونه، ولی بازم میشه که او را تجدید نظر کرد و اکثر گفته این کارم نمیشه. اگر مورد توسط کشور اسکان مجدد پذیرفته شود و تمام بررسی های پزشکی امنیتی رضایت بخش باشد، افراد برنامه ریزی میشن که به کشور اسکان مجدد عزیمت کنند. وقت برنامه ریزی میشه شما را انتقال میده. وقتی پناهندگان به کشور اسکان مجدد میرسند چه اتفاق میتونه؟ وقتی که رفتین در کشور رسیدین چه اتفاق میفته؟ خب پس از ورود به کشور اسکان مجدد پناهندگان توسط یک سازمان غیر دولتی یا یک سازمان دولتی که وظیفه رفع نیازهای فوری آنها را دارد کمک خواهند شد یا خواهند کرد. پناهندگان اسکان داده شده در مورد محل زندگی، نحوه به دست آوردن اسناد، نحوه یافتن شغل، جایی که میتوان فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و سایر مسائل برای تسهیل ورود و ادغام آنها در کشور محل اسکان توضیح داده میشوند. هدف از کمک‌های اولیه کمک به پناهندگان اسکان داده شده است تا در اسرع وقت به خود متکی شوند. خب اونجا هم که رفتین محل زندگی خود بود دیگه خودتون میفهمین. چگونه یک پناهنده میتواند با کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد پرونده و اسکان مجدد خود صحبت کنند؟ این سوال است. خب پناهندگان میتوانند با تماس با شماره 15 ابدا وقت مشاوره درخواست کنند. در مورد کیستون میتونید از طریق از شماره
صحبت کنیم. پناهندگان همچنین میتونن یک قرار مشاوره حفاظتی دریافت کنند یا اطلاعات بیشتر را از صفحه راهنمای کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل دریافت کنند. خب از طریق از صفحه‌ای که لینک اینجا گفتم میتونید شما مشاوره حفاظتی دریافت کنید. آیا پناهندگان باید برای اسکان مجدد هزینه کنند؟ این هم یک سوال مهم دیگه است. سازمان‌های دولتی کلیه خدمات ارائه شده توسط و غیر دولتی که با پناهندگان در کنیا کار میکنند رایگان است. تنها اسناد مربوط به پناهندگان است که به ایالات متحده اسکان داده میشوند که برای پوشش هزینه‌های حمل و نقل که در نهایت باید به دولت ایالات متحده باز پرداخت شوند وامی برای آنها صادر خواهند شد. خب اینجا گفته که تمام خدمات رایگان است، بخصوص کسایی که به ایالات متحده میره آنها با هزینه‌اش وامی از طرف امریکا داده میشه. هر وقت اینجا رفت وام خود باید پس بده. ممکن است مردم به شما بگویند که برای اضافه کردن نوزاد جدید یا برنامه‌ریزی قرار ملاقات باید پول پرداخت کنید. این درست نیست، زیرا این خدمات رایگان است. پناهندگان نباید برای هیچ گونه خدمات مربوط به اسکان مجدد به کسی پول بدهند و افرادی که درخواست پول میکنند در تقلب و فساد شرکت میکنند. پناهندگان باید از کلاهبرداری هایی که خدمات اسکان مجدد را در ازای پرداخت هزینه ارائه میدهند آگاه باشند. این برنامه های اسکان مجدد رسمی نیستند و امکان اسکان مجدد در کشور ثالث را برای شما فراهم نمی کنند. اگر مطمئن نیستید که توسط بازیگران کلاهبردار به شما مراجعه کردن یا خیر، میتوانید با کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل تماس بگیرید تا تایید دریافت کنید. اگر با من تماس گرفته شد یا از من خواسته شد برای خدمات پول پرداخت کنم چیکار باید انجام دهم؟ خب بیرم گفتم به صفحه گزارش تقلب به اونجا حتما گزارش بدیم. خب سازمان ملل در مورد تقلب چی میکند؟ هر پناهنده‌ای که سعی در ارتکاب کلاهبرداری در رابطه با درخواست اسکان مجدد خود داشته باشند ممکن است برای همیشه از اسکان مجدد تحت نظارت کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل محروم شوند. نمونه‌های از این کلاهبرداری عبارتند از ارائه اطلاعات نادرست در مورد سابقه آنها، افزودن اطلاعات نادرست برای جدی‌تر جلوه دادن پرونده آنها، ادعای هویت جعلی یا تلاش برای جایگزینی خود با شخص دیگری، تلاش برای اضافه کردن فردی به پرونده خود که عضو واقعی خانواده آنها نیست، دریافت پول از سایر پناهندگان برای خدمات اسکان مجدد. هر کسی از این کلاهبرداری انجام شد توسط پناهنده دیگر یا فساد مرتکب شد توسط یک از کارکنان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل یا سایر ادارات یا سازمان هایی که در نایروبی و سایر مناطق کار میکنند مطلع است. باید این موضوع را به یک از آدرس های زیر گزارش دهند. برای کلاهبرداری انجام شده در مورد پناهندگان در کنیا، خب این ایمیل و شماره های هستند که گفته شما کلاهبرداری را اونجا گزارش کنید که در سویزرلند یک دانشه دیگه خود کنیا. چگونه یک پناهنده میتواند با کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در مورد پرونده اسکان مجدد خود صحبت کند؟ مشاوره اسکان مجدد هر سه شنبه صبح برگزار می شود. پناهندگانی که برای دریافت وقت مشاوره اسکان مجدد درخواست میکنند موظفند فقط به این شماره پیامک ارسال کنند. پیامک باید شامل شماره پرونده کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل و دلیل های مختصر حداکثر 20 کلمه برای قرار ملاقات باشند. کارکنان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل بر اساس درخواست های دریافتی برنامه های قرار ملاقات را سازماندهی می کنند و پناهندگان را از تاریخ ملاقات مشاور خود از طریق پیامک مطلع می کنند. فقط کسانی که در طول 2 ماه گذشته برای مشاوره به مطب مراجعه نکرده باشند وقت ملاقات خواهند داشت. برای پناهندگان توصیه می شود تا ساعت 7 صبح در تاریخ ملاقات خود در دفتر حاضر شوند. خب دوستای معلوماتی بود که در این مورد در سایت رسمی سازمان ملل نوشته شده بودند در مورد اسکان مجدد و امیدوارم که معلومات بر شما مفید واقع شد و دوستانی که در این مورد سوال داشتن این معلومات ها سایت رسمی بود دیگه. خود شما میتونید تصمیم بگیرید که آیا دیگه
کسی را انتقال دادن ندادن. در این مورد این معلومات بود میتونستم همراهتون شریک کنم و شما ویدیو رو لایک کنین، همراه دیگه دوستای تان شریک کنین و چینل ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقتتان خوش.